بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چاروغی ҳидоят مهمان خانه‌های شماست. در صحبت ما مُوовини رئیس شورای ulamои دینی ویلایت استاد хоҷчамир хоҷамиров. استاد خوش آمدید میگم. این نوبت ما همراه استاد تصمیم گرفتیم یک موضوعی را مطرح کرده باشیم که از زندگی هر روزی ما برمی آید، از یک عملی بسیار خیر انسانی. همیشگی انسان در فاصله عمر به حالتهای گوناگون دچار می شود. بیماری یکی از آن حالتها. چون بیمار شد، در حالت بیماری انسان همیشگی نیاز دارد به نفری نزدیک، به نفری که او را می پرسد چه حال دارد. و این روند را نامش را عیادت می گویند. نفران از حال بیماران خبر می گیرند به نیت عیادت و خود عیادت بسیار ثوابیت بزرگ دارد. استاد عزیز، من سوال نخستین من از همین مسئله در مورد عیادت بیمار دین مبینی اسلام چی گفته است؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند و حضرت محمد مصطفی علیه السلام. حقیقتا درست بیان کردید. انسان در یک حالت نیست، صبری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه امتانشان بتون انسانیت آگاه میکنن که اغتنم خمسن قبل خمسین، پیش از 5 چیز نآمدن 5 چیز قدرش برسید. از جمله همون 5 چیز یعنی صحتی که قبل سقمیک، پیش از آمدن بیماری صحت بودن، تن صحتت غنیمت دان میگن جناب رسول الله. از این معلوم میشه است که انسان در یک حالت نیست. البته گو بیمار میشد، گو دیگر حالت ها. اکنون دین مبین اسلام از بس که دین رحمت است، دین شفقت است، دین مهربانی است، دینی که برای انسان ها فقط خیری و نیکویی را که میخواهد. بیمار عیادت کردن، دیدن بیمار یکی از عملهای صالح بزرگی که در اسلام حسابیده می شود. این را توصیف و ترغیب و تشویق می کند. از آن جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که متفق علیه هست میگویند که حق المسلم علی المسلم 5. مسلمان ها میگویند در مابین همدیگر 5 تا حق دارند. چطوری که حق و حقوق پدر و مادر در گردن فرزند هست، حق و حقوق فرزند در گردن پدر و مادر است، حق و حقوق همسر در گردن شوهر، حق و حقوق شوهر در گردن همسر است. غیر از اینها دین مبین اسلام بینید که یک دینی هست که این احترام همه، دین شفقت و مهربانی، فقط فرزند برای پدرش یا که پدر سرورمند برای فرزندش نه، بلکه در مابین همدیگر حق مسلمان ها را بیان کردگی هستند. از جمله همون حقایی که پیغمبر خدا میگن یکمش رد السلام، یعنی سلام علیک گرفتن. دویمش همین که عیادت المریض، موضوع امروزی ما که هست، یعنی بیمار را چا کردن، عیادت کردن. البته درباره بیمار یعنی عیادت کردن بسیار حدیث های بسیاری هست، روایت های بسیاری هست. از آن جمله یک حدیثی هست که خداوند جل شأنه روز قیامت بندگانش میپرسیده است که فلان بندش که از اعمال بندگانش پروردگار همش با خبر است. روز قیامت باز برای آگاه کردن همون عمل ها از بندش میپرسیده است که من کسل بودم، بیمار بودم، چرا مرا عیادت نکرده؟ اون بنده میگوید است که یا رب العالمین انت رب العالمین، تو خداوندی بزرگ هستی، تو چه خیلی کسل شدی؟ البته ما میدونیم که پروردگار کسل نمیشه، بی نیاز است. خداوند میگفت است که فلان بنده همسایت می، خیشت می، تبارت می، یک نام میگرد بیمار شدگی بود که اگر نزد هوای میرفته مرا در همونجا پیدا میکردی. تو وی بیمار عیادت نمیکردی، تو مرا عیادت میکردی. تا کدام درجه پروردگار جل شأنه بیمار عیادت کردن، بیمار از احوالش خبر گرفتن، احتیاجات بیمار برآوردن، خداوند به عیادت خودش یعنی برابر کرده است. از این معلوم میشد است که بیمار عیادت کردن، بیمار
یعنی رفته از حالش خبر گرفتن یکی از عملهای بسیار هم یعنی بزرگ است. انشاءالله حالا درباره این بو گفته میگذاریم درباره سوال داده کردن، لیکن ما مدامی که حدیثی که سر کردیم که حدیث گفتیم پیغمبر خدا گفتن که حق المسلم علی المسلم خمسون، از باب امانت علمی این حدیث بعد ما تا آخرش رسانیم، لیکن موضوع امروز رو شرح میدیم. یکمش جواب دادن سلام، دومش عیادت المریض، سومش اتباع الجنازه. جنازه که شد البته جنازه بیکار رفتنش در کار، چون که فرض کفایه است. اگر بی عذر ترکش کن، اگر در همون محله، اگر درباره این که این هم مسئله مهم است، مسئله مهم درباره مثلا جنازه دو خیل میشه، فرض کفایه میشه، فرض عین میشه. اگر همسایتون همون گذرنگیتون اگر گذرد شما نروید گناهگار میشه، چون در گردن شما فرض کفایه است، فرض عین است، باید اشتراک کنید. اما از جای دورتر خبر میکنند از همون محلی شما یک نفر دو نفر رود، از گردن شما ساقط میشن، این فرض کفایه میشه. یعنی سومین حق مؤمنی این چی بود؟ یعنی جنازه خوندن، یکمش سلام علیه گرفتن، دوم دیدن کسال، سومش یعنی چاکردن جنازه خوندن، چهارمش اجابت دعوت. یک کس دعوت میکند، البته همون دعوت یک کس رفتن بی عذر باید ترک نکنیم، چون حق مسلم. یک کس دعوت دیلش میکشه شما را دعوت تو میکند، اکنون باید که آدم رو جدا نکنیم. این فلانی دعوت کردن، دعوت که شد اجابت دعوت حق مسلمانی است، حق همدیگر است. چطوری که پدر از فرزندش حقش طلب میکند که حق من به جا بیار، ان همون مسلمانی که خداوند حق وی در گردن شما به جا آورده است باید روید. یعنی پنجمش این هم باشد جواب العاطس. یک کس اقسم میتد الحمدلله گوید اگر شما یرحمک الله میگوید، این حق مسلمان. اگر درباره یعنی کسال گفتیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث معلوم شد که خداوند این چیز از همه مرتبه بلند وی کرده است. پیغمبر خدا میگن که وقتی که انسان با نیت خالص دیدن یک بیمار میرد، پروردگار یک چند ملائکه را همراه میکرده است، همراه میکرده است تا همون دیدن بیمار رفتن در حق وی همون ملائکه ها بخشایش میپرسیدند. اللهم اغفره، اللهم ارحمه، خداوند این بندت مغفرت کن، پروردگار این بندت رحم کن. البته انسان وقتی که کجایی که میگردد کرام الکاتبین، ملائکه هایی که در دست راست سواب کتابان میکنن، در دست چپ گناه کتابان میکنن، اینها همراه هستند. لیکن احترام بیمار، فضیلت بیمار، چطوری که گفتیم بیمار را دیدنش برای تشویق کردن، برای مرتبهش بلند برداشتن، الله جل شأنه یک چند ملائکه های دیگر همراه میکرده است که همراه. وقتی که انسان میرفتش نزد بیمار، پیغمبر خدا مثال میبرن که وی در خرفه های جنت نشستگی است. در پیش بیمار ما میرویم، شاید که وی بیمار در نزد ما و شما حالت بیمار هر خیل است، اما در نزد پروردگار همون بندش رفته در همون جناح ها. از پیغمبر خدا پرسیدن که ما هی الخلقه، خلقه میگوید خلقه ما نفهمیدیم. پیغمبر گفتن که جناح یعنی جای بهترین. اگر مهمان خانه بدارید کرد، یک برای خاطر شخصیت های بزرگ مخصوص جناح هست، برای دیگرها اگر یک غرفه باشد، یک شقه باشد، یک کامنت باشد، اما برای آدم هایی که بلند منصب هستند جناح میگوید، یعنی لوکس باید غیر از لوکس با یک طرفش یک درآمدگاه مخصوص دارد. پیغمبر خدا گفتن که نزد بیمار میروید شما به مانند که در همون جناح های جنت نشستگی هستید. غیر از این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که وقتی که شما میروید نزد حبیب میشینید، در همون جا از همون بیمار دعا گیرید، چون که دعای بیمار خداوند مستجاب میکند. یک چند شخص ها هستند که دعاهاشون خداوند نمیگردانده است. از جمله همون شخص ها چطوره که پدر مادر در حق فرزند دعا میکنند، آدمی که مظلوم هست در حق شخصی که وی ظلمش کرده است در حق وی دعا میکنند، دعای مسافر، از آن جمله دعای شخص های بیمار هم ان شاء الله مستجاب میشود. و این چنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هم دعای وقتی که نزد بیمار میدراید چی چیز گفتنش مرحمت میکردن که عبدالله ابن عباس میگوین که ما همراه پیغمبر نزد بیمارها بیمار بینی میرفتیم، پیغمبر خدا میدرامدن لا باس طهور میگفتن. یعنی معنیش چی است؟ ان شاء الله هوا کسل در کدام حالتی که می باشد هم در حق و تمنیات نیک میکردن، میگفتن ان شاء الله خوب میشوی، خوب است میگفتن. در شرح همین حدیث عبدالله ابن عباس میگن که چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه در حق همین بیمار این چیز میگفتند. میگویند که در یک حدیث دیگرشون پیغمبر خدا این حدیث شرح میدن، میگن که در دو موضع میگویند ملائکه ها حضور دارند.
якумаш ҳамун назди бемор ки меравем мо малоикаҳо дар назди ҳавай ҳузур доранд. Шояд ки вай бемор касали вазмин аст, лекин аз сабаби ҳамин таманнои неки мо, дуои неки кардагӣ мо вай шифо меёбад. Омин мегӯянд. Дуюмин ҷое ки малоикаҳо доим ҳузур доранд ҳамун таъзияхона ҳаст. вақте ки таъзияхона ки меравед, шумо вақте ки дуо мекунед, иншоаллоҳ сифатҳои некиш ки баён мекунед, гарчанде ки одаме ки вай дар ин дунё ин қадар хуб набуд, сифатҳои некӣ надошт, лекин ба сабаби дуои шумо худованд гуноҳошо мағфират мекунад. Биле, ташаккур. Воқеан бисёр инҷа возеҳ баён кардед устод. Дар мавриди аёдат гуфтед, як нуктаи аҷоиб ҳозир ман идомаи мантиқи бемор, дуои бемор иҷобат гуфтаанд. яъне дар ҳолати беморӣ бемор ҳамешагӣ шукр мегӯяд. масалан гоҳо агар ҳатто пурсед ки аҳволатон чист, худои шукр мегӯяд. нағз ё гоҳо ҳолпурсӣ кунед. ва масалан устод шояд аз ғояти оне ки худованд дуои онҳоро иҷобат мекунад, танҳо ба хотири ин ки онҳо доим дар ёди худованд ҳастанд. читавре ки ҳозир мо албатта дар бораи фазилати беморбинӣ гуфтем, дар ҳамин мавзӯъ одоби бемор ҳам зикр карда шудааст. ин саволи шумо матраҳ кардагӣ, ин ба одоби беморӣ медорад. ҳақиқатан гуфтед ки бемор дар кадом ҳолате ки бошад худо шукр мекунад, ин бисёр неъмати бузург аст. дар ҳамин бора пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар як ҳадисшон марҳамат кард мегӯянд ки ма юсибул муслиму мин насабин вала васабин вала ҳаммин вала ҳузнин вала ғамин ҳатта шавкату юшакуҳо илла каффараллоҳу биҳо мин хатояҳу. пайғамбари худо чӣ мегӯянд? кадом мусулмоне ки вай касал мешавад, вай хаста мешавад, дар сари вай як ғам мебиёд, як нороҳатӣ мебиёд, дар сари вай ҳар хел ҳолатҳои вазнӣ мебиёд, лекин вай ҳатта шавкату юшакуҳо, пайғамбари худо мегӯянд ки ҳатто дар дасташ хоре халад. баъзе уламоҳо мегӯянд ки анон хори халидара пайғамбари худо имрӯза ба ҳамон ибраҳое ки уколҳое ки мекунанд ба ҳавай мегӯянд тамсил кардагӣ аст. мегӯянд баъзе уламоҳо ки пайғамбари худо шафка гуфтанд, ин беҳикмат набуд. яъне пайғамбари худо чӣ мегӯянд? кадом мусулмоне ки ба ҳамин чизҳо мубтало мешавад, сухане ки шумо ки гуфтед, мегӯяд ки худо ба шукр, дар эвази ҳамин парвардигор гуноҳош мебахшад, гуноҳош бахшида мешавад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам дар як ҳадиси дигар мегӯянд ки кадом беморе ки ана ҳамин одати худо ба шукр гуфта, ман ин корро мекардам касал намешудам гуфта, аз сабаби касалиш ба оилааш ҷанҷол ба дигар баҳсҳо мекунад, савоб аз даст метавад мегӯянд. ин абдулло ибн муборак як ҷо рафтанд ки як кас ҳамин ки дар сараш як вазмини омадасу, ҳамин бисёр ҳам бемор дод фиғон нола. пайғамбари худо гуфтанд ки ҳазрати абдулло ибн муборак гуфтанд ки шумо як аҷабото гуфтанд ту ба баъзе одамо ки як касалиро ду касалӣ мекунад. бемор шудааст, нотоб шудааст, лекин савоби касалиро аз даст метиҳад. ин суханҳои ношоисташ. аз ҳамин лиҳоз ҳам одоби бемор бояд ки ин шукр кунад, сабр кунад, аз худованд донад, даво ҷӯяд, давои ҳақиқиро ҷӯя кунад. дар ҳамин бора ҳозир як савол пайдо мешавад ки баъзе шахсҳо албатта бемор мешаванд, ҳамонҳо ҳамин таваккал дар пешоним дар тақдирам будаст гуфта истанд ё ки дар ҷустуҷӯи даво шавад. як саҳоба назди пайғамбар омада ба ҳамин савол муроҷиат кард. пайғамбари худо як паҳлӯ нишастагӣ буданд. вақте ки ин саволе ки фаҳмиданд, аз ҷошон хистанд. ё ибодаллоҳ гуфтанд, ҳамаро даъват карданд. ҳамаро даъват карда гуфтанд ки инҷа биед. бисёр саволи аҷоиб гуфтанд. шумо дар ҷустуҷӯи даво шавед, чунки аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ягон касалеро халқ накарда аст ки вай давоша халқ кардагӣ набошад, вай давоша додагӣ ҳаст, илоҷиша халқ кардагӣ аст. дар баробари додани касале худованд илоҷи виам халқ кардагӣ аст гуфта пайғамбари худо гуфтанд. аз ин маълум мешудааст ки одами мариз бемор ҳатман дар паси ҷустуҷӯи табиби ҳозиқ дар паси ҷустуҷӯ шавад. дар дигар ҳадис ҷаноби расулуллоҳ мегӯянд ки вақте ки бемор аз ҳамон беморӣ мехезад, агар ҳамин суханҳое ки шумо гуфтед сухани ноҷоя дар ҳаққи парвардигор, суханҳои ширкомезона нагӯяд ки чаро ман касал карде фалон одамҳо сиҳат гаштиянд, ман ин гуфта вай гуфта, агар дар ҳаққи худованд ин хел норозигиҳо накардагӣ бошаду сабр кардагӣ бошад,
از همان بالین بیماری اگر صحت شود و مانند نو از مادر تولد شدگی از گناه پاک می شود. و این چنین اگر از دنیا گذرد با گناه های بخشیده از این دنیا می رود که پیامبر خدا وعده کردند که مکافاتش جنت است. از برای همین هم البته شخص بیمار هم در برابر اینقدر اجر و پاداش و مکافاتی که خداوند برای وعده کرده است البته حرکت کند که یعنی چیکار کند ثواب گیرد. در همین باره سلیب گفته که صحابه زنک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نزدش در آمدن که خیلی در یک حالتی بسیار هم وزمینی تبش بلند زکام، یعنی امروزه میگوییم و زنه کسلیه که حاضر شمال نمیش میکند کد زکام میشه گریب میشه. بعد گفتن که ای سلیم تو بعد گفت که لا بارک الله لی عندی حما، برای من گفتن همین تب کسلی وزمین من این کسل خدا برکش گیرد. گفته پیغمبر خدا گفتن لا تسب الحما، تو کسلی رو دشنام نده، اگر صبر کنی خداوند هم شفا میتید غیر از شفا گناهات بخشیده میشن. از برای خاطر همینم الان کسلی رو دشنام دادن یا که فلان چی من ناز آیلم نگاه بین نکرد این نکرد. البته احتیاط الوقایه خیر من علاج کردن، لیکن بعد از بیمار شدن فقط در جستجوی طبابت صحیح و به پروردگار شکر و در عوض کسلی داده که صبر کردن در کار که خداوند خودش فاذا مرضت فهو یشفینی. خدا حضرت قصه ابراهیم خداوند در قرآن میگه که وقتی که بیمار میشود در بعد از بیمار شدن خداوند گفتن که با خداوند شفا میتن. ما به قصه حضرت ایوب علیه السلام، ایوب پیغمبر خدا بود، لیکن خداوند با یک بیماری به نهایت شاید که در تاریخ نگاه کنیم اگر به این خیل بیماری وزن نفری را ما دچار نمیشویم دچار شده باشد. نبی الله بودن حضرت ایوب، نبی الله پیغمبر خدا بودن، لیکن خداوند ابتلاشون کرد، بیمارشون شد که وقتی که خداوند قصه بیماری حضرت ایوب علیه السلام در قرآن ذکر میکند میگوید وقتی که همون آخر حالت های بسیار در تنشون فقط پوست بود و استخوان، یگان ذره گوشت موندگی نبود، حتی کرم ها برآمده در بدنشون تمام همون گوشت وای کردگی بودن، کرم ها میریختن. وقتی که همسرشون نزد حاجتخانه برد تأخیر شد. وقتی که همون نزد حاجتخانه که رفتن حضرت ایوب دعا کردن انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، گفتن که پروردگارا این حالت من دی ساده تو ارحم الراحمین هستی که در همان حالت الله سبحانه و تعالی دستور داد به حضرت ایوب بعضی کارها رو به جا آوردن، در همون شفا یافت. وقتی که از حاجت خانه گشته می رفتن همسرشون در بیرون پایده ایستاده بود، نگاه کرده گفتن که نبی الله ایوب گفتن نآمد، تأخیر کرد، تو بهوای مانندی داری وی رو اینجا ندیدی؟ و حضرت ایوب گفتن که من همون نبی الله ایوب من هستم. این صبر ایوبی صابر میگن که از سبب صبر از سبب دعا انشاءالله خداوند همون بیمار به شفا میتید اگر عمرش دراز باشد. اگر لیکن از سبب بی‌صبری و بی‌وای هم بیمار میشود لیکن ثواب بیماری از دست میتید. باید که همین آداب بیمار آداب شرعیه که خداوند برای وی مشروع کرده است، باید همون آداب یعنی به جا بیارد. تشکر. شما از قصه حضرت ایوب یادآور شد، همون بیت مشهور یادم آمد که هر کی در غم صبر کرد ایوب میدانه ما، خوب هجران کرده رو یعقوب میدانه ما. استاد عزیز تشکر. خوب، اسلام دین تحمل پذیری، مخصوصا مذهب ما مذهب تحمل پذیری، مذهب حنفی و زندگی حضرت پیامبر خود یک مکتب بزرگ، مکتب خوب مکز هم پیامبری رحمت، هم یک نفر معلمی اخلاق حمیده و همیشگی وقتی بیمار میشد همسایه ها نو بحث از آن که آنها در کدام دین هستند اول خبرگیری میکردند، عیادت میکردند، با رفتارشان نمونه بودند که گویم حتی آنهایی که مریض باشند غیر دین اما قائل میشدند، میگفتند که انا این است. گویم صفتی بزرگ پیامبری همچنین صفتی اولی دینداری.
حقیقتا دین تحمل پذیر گفتید. یک قصه یکی از شخصیت ها که در زمان پیغمبر همین بیمار شد و خاطرم اومد این ذکر کنیم. البته چون که بعضی کسا در کسلی های خود تاب نمی بیارن و کارهای زشت دست میزنن، برای خاطر آگاه شدن از همین کار یک صحابه نزد پیغمبر نشسته بود و یک شخص دیگری که صحابی دیگر بسیار صفت کرد که بسیار هم سیر عبادت است، خیلی هم خیرخواه است، لیکن پیغمبر خدا گفتن که فهو فی النار، دوزخ است. ان همون صحابه که این سخن از زبان پیغمبر شنید، صحابه که صفتش کرد هوای پیروی کرد، از عقبش دائم میگشت که این چرا پیغمبر خدا. حقیقتا یک روز در یکی از غزوه‌ها به تیر رسید، از سبب همون بیماری طاقت نکردن خودکشی کرد. ولی چطوری که گفتید دین مبینی اسلام این دین چیه؟ صبر، این تحمل که در بیماری ها، در کسلی ها حتما صبر کردن، تحمل کردن و هر خیلی کارهای زشت اگر خدا نخواهد خودکشی کند، اگر از سبب بیماری، از سبب مشقت، و پیغمبر خدا چی گفتن؟ فهو فی النار، یعنی در دوزخ است. حتی آدمای خودکش هم به عذر اگر خودکشی کردگی باشد، اگر مجنون باشد، بی عقل باشد و باشد، عذر است. اما آدم صحت سلامت از مشقت و مصیبت این دنیا، از بیماری این دنیا اگر خودکشی کند، پیغمبر خدا وعید و ها را بیان کرده هستند. اکنون درباره دین مبین اسلام، دین رحمت بودنش و همه رحمت بودنش، حقیقتا یکی از جوانها خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکرد که یهودی بود. گاه خدمت پیغمبر میکرد. یک روز دیدن که پیغمبر خدا در راه ندیدندش، همسایه بود. پیغمبر خدا رفته در آمدن که در حالت بیماری هست. وقتی که نزدش در آمدن و همون جوان به پدرش نگاه میکرد، پدرش هم یهودی. پدرش به جوان نگاه میکرد، گاه به پیغمبر نگاه میکردن. در مبین وحی یک سر و اسراری بود. بعد نگاه کردن که پدر وقتی که همون پسرش این محبت پیغمبر اسلام، این عدالت پیغمبر اسلام، این شفقت پیغمبر اسلام دیده، به سوی پدرش نگاه کرد. پدرش به مانند یک چیز تصدیق میکردن کلش رو اشاره کرد. بعد از همون گفتن همین سخن و ایمان آورد. بعد نقل کرد پدرش که ابوالقاسم میگفتن پیغمبر خدا را، نبی الله نمیگفتن یهودی ها، پیغمبر میگفتن که ابوالقاسم، و این میخواست که دین قبول کند، لیکن من ممانعت این شدم. امروز من راضی هستم که این دین تو را قبول کنم. از سبب شفقت و مهربانی پیغمبر صلی الله، حتی یکی از مسیحی ها هم که پیغمبر وی را میشناختن، وقتی که بیمار شد برای عیادتی وی رفتن، برای یعنی بیمار بینی وی رفتن. از همین لحاظ دین مبین اسلام این البته دین شفقت است، دین رحمت است. در همه جبهه این حق و حقوق همه به جا میبرد. چون که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چی میگوید؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزند آدم عزیز مکرم کرده هستیم. البته طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک کس جناب رسول الله حقش به جا میآورد. تشکر استاد. و در انجام برنامه ما میخواستم از صحبت امروز یک نتیجه گیری میکردیم در مورد اون که واقعا هم عیادت تنها این عیادتی گوییم اونهایی که تنها مریضند نیستند، فرض کردیم نفرانی که بازم برجامانده هستند، در خانه های معیوبان هستند، در خانه های پیران سالان اقامت میکنند، آنهایی که احتیاجمند. اگر چندی مثلا در شرایط امروز دولت و حکومت امروز خانه های مخصوص بسیار با شرایط های موافق برای نفرانی برجامانده، خانه های پیران سالان، نفران تنها را تشکیل کرده، با همین شرایط تهیه کرده است. اما از حال آنها خبرگیری کردن خود یک مکتب است برای انسان ها که مثلا انسان در تمام تقدیر خودش از چیزی در ایمن نیست و او نمیداند که بگاه با او چی می شود. در برابر عیادت مریض هم شخصانی که احتیاج دارن به همون عیادت، سبب ویها از این هم کم نیست. بله. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خودشان الگو، خودشان معلمی بشریت بودن.
شخصانی که احتیاج داشتن همراهشون صحابگان گرفته رفته هوایها رو چه میکردن؟ عیادت میکردن. و در همین باره فضیلت های عیادت شخصانی محتاجن پیغمبر خدا حدیث های بسیاری میگن. کسانی میگن پیغمبر خدا برای شخصان احتیاجمند زیارتی ویها میرود یا که برای برآوردن حاجت ویها میرود و مانندی که روزهای دراز روزه داشته است و شبهای دراز یعنی قائم اللیل صائم النهار شبهای دراز عبادت کرده است. البته درباره آداب بیمار بینی را یک گفته گذاریم، چون که آداب بیمار بینی را میگویند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شما وقتی که میخواهید که دیدن یک بیمار روید حرکت کنید در یک وقت مناسب روید، وقتی که هم برای مهمان مشقت نباشد. دویمش میگه من حاضر در بیمارخانه ها میبینید که وقت‌های معین کردگی هستند که در همون وقت باید که عیادت بیمارها معنی است. حرکت کند انسان هوا رعایت کند، چون که هوا دکترها طبیب‌ها میدونن که در خانه‌اش بیمار باشد، اگر شما میدونید که بیمار در یک حالتی که هست که یا مثلا با وقت سحر یا یک وقت مناسب یافته عیادت بیمار. و دیگر چیز همین که وقتی که بیمار در آمد نزد دعایی که پیغمبر میکردن دعا کند دعای بیمار گیرد، غیر از این هم در نزد بیمار بسیار نشستند، این هم آداب نیست. و این چنین به همه اعضای بدن بیمار شد که میروید بیمار در یک جوشک ورم پیدا شده است، در یک جوشک نشانی بیمارش مشاهده کرده میشود. به هوای اینقدر بسیار نظر افکن کردن غیر طبیعی باشد، البته این چیز دیگر است، لیکن آدمی بیمار بینه که میرود چون در دل همون بیمار شاید که بعضی چیزهای ناامیدی از حیات پیدا میشود. برای خاطر اینم تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره آداب یعنی مریض و این چنین مرتبه شخصان احتیاجمند یعنی ثوابش بزرگیش عظمتش بیان میکنن که من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. سبب رفتن پیش بیمار البته این یکمش همین که شاید که همون بیمار یک احتیاج داره، احتیاجش نباشد دعاش میگیره، در حقش دعا میگیره. یک شخصی که شما گفته در خانه های شخصان کم بیزاب یک کو تنها دیگر اینها البته میروید شاید که شما از سبب هوا یک حاجت هوی میبرارید. از برای خاطر این وقتی که حاجت همون شخص محتاجی که برآوردید پروردگار حاجت شما را هم در این دنیا هم در آخرت میبرارد. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این چیزها را توصیه میکنن. تشکر استاد عزیز برای شرح این موضوع. راستی چون در آغاز صحبت گفتیم که بیماری یک حالتی روانی انسان است، یک حالتی است که او درد دارد، دردی تن و دردی روانی و این دو حالت به هم می آید و حتما یک دوری هست، غذای شفابخش هست که این کلامی گوییم شفابخشی هم طبیب و هم نفری عیادت کننده. و فکر میکنم بعد این برنامه هر یک نفری که از این برنامه برای خودش چیزی گرفت، البته ما خود را سرفراز حساب میکنیم و عیادتی نفران بیمار همیشه که در ذهن و اندیشه ما دویمی باقی خواهد ماند، به خاطر آنه که با این عمل ما هم ثواب میگیریم و هم یک دل یک نفری دیگری را شاد میسازیم. خیر، خانه‌تان آباد باشد.